سلام دیجینویای عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز با اخبار هفته گذشته دنیای گیم در خدمتتون هستیم و واقعا این هفته از اون هفته هایی بود که صنعت بازی انگار تصمیم گرفته بود هر روز یه بمب خبری منفجر کنه. از GTA VI گرفته تا خرید رسمی EA، برنامه‌های جدید ایکس باکس و حتی تغییرات بزرگی که ممکنه آینده بازی‌های فیزیکی و دیجیتال رو عوض کنه. پس اگه اخبار این هفته رو از دست دادی، بیاین زاد داداش خودم این دستم برات خبرا رو میخونم به مولا. راستی قبل شروع حتما ویدیو رو لایک کن و توی کامنت ها بهمون بگو کدوم خبر بیشتر شوکت کرد. بریم سراغ اولین خبر، اما قبلش طبق رسم همیشگی برنامه ما ادیتور بنواز. ادیتور اگه نواختی که نواختی، ننواختی بسپارم بچه‌ها اخراجت کنن. خبر اول، GTA VI و نمایش بزرگ 27 آگوست. راکستار رسما اعلام کرده که در تاریخ 27 آگوست 2026 یک نمایش مفصل از GTA VI منتشر میکنه. چیزی فراتر از یک تریلر معمولی و شامل بخش‌های بیشتری از گیم پلی و دنیای بازی. نکته عجیب‌تر اینه که نتفلیکس در قالب همکاری با راکستار چند ساعت زودتر از انتشار عمومی به این نمایش دسترسی خواهد داشت. یعنی یکی از کلوفترین همکاری‌های تاریخ بین صنعت بازی و سرویس‌های استریم. این خبر باعث شد دوباره تب GTA VI به اوج برسه و خیلی از ناشرها هم برنامه انتشار بازیاشون رو با توجه به این بازی تغییر بدن. و یه خبر خوب برای بچهای کانال، اگه قصد دارید GTA VI رو تهیه کنید، میتونید از سایت دیجینو شاپ بازی GTA VI رو خرید کنید. البته قضیه GTA VI خیلی داره داستان میشه، یعنی قشنگ هر یه تریلر یا هر یه خبری که مربوط به GTA VI منتشر میشه، تمام ناشرها یه دست سکته ناقص میزنن. خبر دوم، EA رسما توسط عربستان خریداری شد. یکی از بزرگترین خبرهای اقتصادی تاریخ گیم این هفته نهایی شد. شرکت الکترونیک آرتس یا هنرهای الکترونیک، یا همونی که میگه EA Sport آره همون، با یه معامله حدود 55 میلیارد دلاری توسط کنسرسیومی به رهبری صندوق سرمایه گذاری عربستان یعنی PIF خریداری شد و حالا EA دیگه یه شرکت بورسی نیست، یعنی یه شرکت خصوصیه، مال مردم نی، مال یه سری آدم پولدار شکم گنده است. این یعنی تصمیم‌های آینده EA میتونه کاملا متفاوت از قبل باشه و تمرکز بیشتری روی فرانچایزهای بزرگی مثل مدن، EA اسپورت FC، بتلفیلد و د سیمز قرار بگیره. در واقع یعنی عربستان حالا فقط میزبان مسابقات گیم نیست، داره یکی از بزرگترین ناشرای دنیای گیم رو هم کنترل میکنه. با این سرعت بعید نیست فردا خبری برسه که توی منوی بتلفیلد گزینه اوردر شاورما هم خیلی نمکی نویسنده، خیلی نمکی، شوریدم. خبر سوم، قابلیت جدید ایکس باکس برای تبدیل دیسک به نسخه دیجیتال. مایکروسافت در حال کار روی قابلیتی به نام دیسک تو دیجیتال یا با اسم داخلی پازیترون هستش. اگر این قابلیت نهایی بشه، بازیکن‌ها میتونن Are you fucking serious؟ پلیرها میتونن دیسک فیزیکی بازی‌های ایکس باکس رو به لایسنس دیجیتال تبدیل کنن و بعد از اون بدون نیاز به قرار دادن دیسک، بازی رو روی کنسول، ویندوز یا حتی فضای ابری فضای کلاود روی اون اجرا کنن. اگر این پروژه عملی بشه، یکی از مهمترین پل‌های ارتباطی بین دنیای بازی‌های فیزیکی و دیجیتال خواهد بود. فقط من دلم به حال این دیسکای بدبخت میسوزه. خبر چهار، بازم راجع به ایکس باکس تمرکز خودش رو روی PC بیشتر میکنه. برخلاف شایعاتی که این روزا زیاد شنیده میشد، مایکروسافت نه تنها از استیم فاصله نگرفته، بلکه تمرکز خودش رو روی PC گیمینگ بیشتر کرده. گزارش‌ها میگن ایکس باکس در حال گسترش اکوسیستم خودش روی ویندوز، استیم، بتل نت و سرویس‌های ابریه و میخواد تجربه یکپارچه تری بین کنسول و کامپیوتر ایجاد کنه. به زبان ساده، استراتژی جدید ایکس باکس اینه که مهم نیست کجا بازی میکنی، مهم اینه که داخل اکوسیستم ایکس باکس باشی. تا وقتی گیم رو کنترل کنی، همه چیز رو کنترل میکنی آقای رنگو. خبر پنجم، گیمزکام 2026 در آستانه بزرگترین نمایش سال. رویداد گیمزکام 2026 که از 26 تا 30 آگوست در آلمان برگزار میشه، وارد مرحله نهایی برنامه ریزی شده و تقریبا همه تحلیلگران معتقدند بزرگترین معرفی‌های نیمه دوم سال قرار است آنجا انجام شود. حضور ناشرای بزرگ، پروژه‌های تریپل ای و نمایش اختصاصی باعث شده خیلی‌ها
گیمز کام امسال رو مهمترین رویداد بعد از سامر گیم فست بدونن. یعنی اگه 26 تا 30 آگوست اینترنت ها قطع بشه، عملاً تا یه جای خیلی مهمی از دنیای گیم رو از دست میدیم. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودی و کانال رو ساب نکردی، باید بگم که خیلی نامردی، ولی خب اب نداره. همین الان کانال دیجینو رو سابسکرایب کن، چون هر هفته خلاصه مهمترین خبرهای دنیای گیم رو برات آماده میکنیم و لازم نیست بین 100 تا سایت مختلف بچرخی. مرجع ماییم داداش. خبر ششم، بحران هزینه ساخت بازی‌های تریپل ای. این هفته دوباره بحث هزینه‌های ساخت بازی‌های تریپل ای به شدت داغ شد. تحلیل‌های منتشر شده در رسانه‌های بزرگ نشون میده که پروژه‌های مختلف مثل جی تی ای وی آی با بودجه‌های نزدیک به 1 تا 2 میلیارد دلار در حال توسعه هستند و همین موضوع فشار زیادی روی استودیوها وارد کرده. نتیجه این روند افزایش تعدیل نیرو، طولانی‌تر شدن زمان توسعه بازی‌ها و کاهش ریسک پذیری ناشراست. یعنی هرچه بازی‌ها واقعی‌تر میشن، ساختنشون هم ترسناکتر و گرونتر میشه. به همین خاطر بعضیا میگن آینده صنعت گیم ممکنه به سمت بازی‌های خلاقانه و کم هزینه‌تر بره، یا همون ایندی، نه صرفاً بازی‌هایی که هر طور موی شخصیت اصلی جداگانه رندر میکنن، نمیدونم پشم موی سیبیل تو دماغ دوستان. اکی تا حالا یه سریاهی گفتن گرافیک حاجی، گرافیک بابا ولمون. خبر هفتم، هیلو استودیوز و ادامه موج تعدیل نیرو. گزارش‌ها نشون میده این استودیو بعد از عرضه پروژه جدید خودش بخشی از نیروهاش رو تعدیل کرد و این اتفاق دوباره نگرانی‌هایی رو درباره وضعیت اشتغال در صنعت گیم رو افزایش داد. در 2 سال اخیر تقریبا هیچ ماهی نبوده که خبر اخراج یا کوچیک سازی یه استودیوی بزرگ منتشر نشه و به نظر میرسه این روند هنوزم ادامه داره. امیدواریم این خبرها کمتر بشن، چون پشت هر استودیو تعداد زیادی آدم واقعی با سالها تجربه قرار داره. خبری هشتم، EA Sports World Cup و قدرت نمایی عربستان در گیم. در نهایت EA Sports World Cup 2026 با جایزه حدود 75 میلیون دلار وارد مراحل حساس خودش شده. این مسابقات فقط یه تورنمنت نیست، نشون میده عربستان داره با سرعت بسیار بالا روی گیم و EA Sports سرمایه گذاری میکنه و از خرید ناشرهای بزرگ گرفته تا برگزاری بزرگترین رقابت‌های جهان کلا میخواد زیر بده. اگه چند سال پیش کسی میگفت عربستان یکی از مهمترین بازیگرای صنعت گیم میشه، احتمالاً خیلی‌ها باور نمی‌کردن و میگفتن برو کلتو بکن تو چای مسترا. اینم از مهمترین خبرهای هفته گذشته دنیای گیم. به نظرتون بزرگترین خبر این هفته کدوم بود؟ نمایش جدید جی تی ای وی آی، خرید ای اسپورت توسط عربستان، یا برنامه جدید ایکس باکس؟ امینه مال کردیم خدایی. حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه از این سبک ویدیوهای خبری خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب کانال دیجینو رو فراموش نکنید. ممنون که تا آخر همراه ما بودید. فعلا تا ویدیو بعدی. خسته شدم، مردم. خدافظ.